سلام بریم که ببینیم با هم قسمت دوم سفر ما از تهران به ملبورن چی گذشت. این هواپیمای آ380 که ما از دبی به ملبورن سوارشون بودیم. من خودم قبل از اینکه سوارشم خیلی دنبال ویدیوهایی بودم که داخل هواپیما رو ببینم. حالا شاید بد نباشه شما هم اینا رو ببینین، دوست داشته باشین ببینید. کلا هواپیما خیلی نوع تمیزی بود، جادارتر بود، جای پامون بازتر بود. میبینین که راهروی وسطش هم حتی پهن‌تر بود. بالاخره هواپیمای خیلی بزرگتری بود. بچه‌ها که قشنگ سرگرم این ویدیوها میشدن. بله، به نظر من جذاب‌ترین قسمت پرواز اون لحظه تیکافشه. خیلی کیف کردیم، مخصوصا که ما کلا برای این سفر کلی شوق و ذوق داشتیم. البته مطمئنم هر کسی هم جای ما بود همینقدر ذوق زده بود. حالا بعدم میگم که ما چرا انقدر بیشتر ذوق زده بودیم. حالا اگه دوست داریم بدونیم که تو این هواپیمای امارات چیا سرو میشه، یه نگاهی به این عکس‌ها بندازیم. نوشیدنی الکلی، غیر الکلی، گرم، سرد. غذاهاش برای من زیاد قابل خوردن نبود، همش سبزیجات و اینجور چیزا بود. برای من چای خور که خیلی خوب بود. چپ و راست چای میخوردم و خودم رو سیر نگه می‌داشتم. جسارت منو ببخشید، ولی میدونم یکی از دغدغه‌های هممون تو سفرهای طولانی هوایی همین داستانه. خیلی دوست داشتیم بریم طبقه بالا رو ببینیم چه شکلیه، ولی خب متاسفانه اصلا راهمون ندادن. سفر طولانی بود، واقعا آدم خسته میشد از یه جا نشستم. بخاطر همین ما چند بار بلند شدیم راه رفتیم، یه ذره فیلم هم گرفتیم که نگاه کنیم بعداً بگیم یادش بخیر چه سفری بود، چه پروازی بود. شما هم ببینید کل پرواز اینجوری تاریک کردن که خب مردم استراحت کنن و بخوابن. دیگه ما هم خودمون رو با این مانیتورها مشغول میکردیم دیگه. اینجا روی آب بودیم، البته کل مسیر یعنی خیلی شما روی آب بودیم تو این پرواز دبی به ملبورن. بله، یکم منظرهای زیبا ببینیم. خیلی قشنگ بود. این قشنگی ها دیگه شروع شده بود دیگه، ما داشتیم لذت می‌بردیم. دوباره یکم دیگه از نوشیدنی ها، خوردنی های سفر ببینیم. اینو یکم میشد خورد، یه چیزی شبیه پیراشکی ما بود. اندکی ازش خوردیم. منظرهای زیبا واقعا دیگه تمامی نداشتن دیگه، ولی حیف رو بال بودیم. اینم وعده غذا بچه بود دیگه، اینم زیاد قابل خوردن نبود. بله، رسیدیم دیگه. خیلی خوشحال بودیم واقعا، همه چیز دیگه عالی داشت پیش میرفت. سفرمون که عالی بود، اصلا هواپیما کوچکترین ترس و تکونی نداشت برامون، بچه‌ها اذیت نکردن. خوشحال بودیم از اینکه رسیدیم به فرودگاه ملبورن. سفر هیجان انگیزمون شروع شده بود، خواستیم بریم عزیزان دلمون رو ببینیم. خیلی حس خوبی بود. از اونجایی که از شانس ما هواپیما خلوت بود، این صفحه پیاده شدنش اصلا طول نکشید. خیلی راحت پیاده شدیم. بچه ها هم که بله پیش رو هستن، خوشحال سرحال که رسیدیم. انقدر من شوق و ذوق داشتم که خیلی زیاد به دور و برم نگاه نکردم. این فیلم ها رو میبینم تازه میبینم که تو فرودگاه ملبورن چه خبر بوده و چه شکلی بوده. ورود و خروجمون اصلا هیچی تو پاسپورتمون ثبت نشد. خیلی راحت رفتیم داخل، چمدونامون هم گرفتیم چون خلوت بود. خب خیلی هم چمدون نبود که ما بخوایم معطل بشیم. خب ما رسما دیگه وارد ملبورن شدیم. چی بهتر از این؟ قسمت‌های بعدی رو هم به زودی میذارم براتون.